آقای دکتر پزشکیان فرمودن مجلس یکی از عوامل تورمه. خب جا داره من از طرف مجلس ازشون عذرخواهی کنم اگر ما زمینه تورم رو فراهم کردیم. اما آقای دکتر پزشکیان جای شما خالیه. اون 12 سالی که در این عقب مجلس حضور داشتید، بخش عمده‌ای در مجلس 11 قدم می‌زدید، خودتون هم جزئی از همین مجلس بودید. و مطلب بعدی همین هستش که آقای دکتر پزشکیان قیمت برنج که برای مردم معلومه با عرض 28,500 باید الان کیلویی 26,000 تومان تو بازار باشه. بله مجلس مقصر تورم شکل گرفته و الان در بازار 145,000 تومان برنج هندی داره فروخته میشه. چون مجلس اگر وزیر شما رو اینجا توبیخ میکرد، استیضاح میکرد، این اتفاق رقم نمیخورد. و یا مسکن گرانه، اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی شما رو اینجا استیضاح میکرد، این انحصار مسکنی که ایجاد کردید، حتما مجلس در این تورم الان مقصره. فرمایش شما دقیقه، ما مقصریم که داریم با شما این همراهی ها رو انجام میدیم. ما مقصریم که 8 میلیارد دلار برای نهادهای دامی گذاشتیم، شما در وزارت جهادکشی گذاشتید برای عواملی که بیان اقداماتی رو انجام بدن، انحصار ایجاد بکنن. دلال‌های بدنامی که در حوزه نهادهای دامی اقدامات مختلفی کردن، امروز معیشت مردم و دامپرورها همه رو به گروگان گرفتن. ما در مجلس مقصریم. ما این حرف شما رو قبول داریم. این تورمی که شکل گرفته، اگر ما با شما همراهی نمی‌کردیم، این وزرای شما رو در کمکارکردی‌ها و بدکارکردی‌ها و ضدکارکردی‌ها و بسیاری از اتفاقات دیگه حتما ما در کنار شما مقصریم. اما آقای دکتر پزشکیان ما تلاشمون در همراهی با شما بوده.